سلام علیکم آقا، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل من اسم صداش هستم و قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنیم میخوام که ازتون یه تشکر ویژه‌ای داشته باشیم که مربوط به چند تا ویدیو اخیر و تعداد سابای منه. توی این چند روز اخیر منو از 80 تا ساب به 100 تا ساب رسوندیم که واسه من یه فرآیند طولانی حساب میشد که شما خیلی سریع انجامش دادید و ازم حمایت‌های زیادی کردید و ویدیوهای اخیر بازدید خیلی خوبی گرفتن. خب حالا میتونیم ویدیو رو شروع کنیم. همونطور که داشته میدیدید من توی یه استون جنریتور هستم که کابل استون دارم میگیرم به خاطر بیس و اینا که اینم نتیجه ماینمه. آره خود انرژی میره بالا و لاواشو رفتم از اون قسمتی که تبدیل شد به ابسیدین. کناراش هنوز لاوا بود، از اونجا لاوا برداشتم آوردم و یه بقیه‌اش هم که دیگه همه آیرونامو تبدیل به اینا کردم و یه کار دیگه هم کردم. من شدیداً به یه منبع غذایی نیاز دارم که من از ملون اسلایس استفاده میکنم. زبونم یه رسانه اومد و اصلا غذای خوبی نیست و همونطور که میبینید خیلی طول میکشه تا اچ پی آدم پر کنه و خیلی هم سریع خالی میشه. این جاهای فضاش نمیدونم یادشون چی میگفتن، فود اسلایس میگفتن، چی میگفتن، حالا دیگه یادم نیست، به بزرگی خودتون ببخشید. به خاطر همین اینجا رفتم چند تا گوسفند از اون عقب پیدا کردم، رفتم کلی زمین رو کندم و دونه به دست آوردم و با دونه ها اومدم اینجا یه مزرعه خیلی کوچیکی ساختم. آره این کارهایی بود که من طی این چند ساعت اخیرا انجام. البته اینجا رو باید بکنم، اینجا یه دونه آب بذارم. خب همونطور که از تایتل ویدیو حد زدین، از تامنیل ویدیو حد زدین، من توی این قسمت میخوام برم ندر و واسه رفتم به ندر به چی احتیاج دارم؟ به ابسیدین. ابسیدین از چی به دست میاد؟ از کلنگ دایمندی. دایمند از کجا به دست میاد؟ از غار. دایمند رو که دارم میتونم پیککس دایمندی بسازم. خب اون مشکلی نیست. مشکل دوم هم اینه که باید یه آرمور طلایی داشته باشم که اونم طلاشو دارم، اونم مشکلی نیست. مشکل بعدی اینه که مشکل بعدی واسه همون مشکل غذاست که میایم از اونجا هم نون به دست میاریم، همین گوسفند رو برید میکنیم. حالا بریم بالا بگیریم بخوابیم، داره شب میشه. اینجام با قول معروف تبدیل شده به پارکور دیگه. رفتم به بالای خونه نیست و نمیتونیم بخوابیم و این 16 تا دایمند دارم، اینا رو برمیدارم 3 تاشونه، حالا زیاد نه. گل دارم، سعی کن اول وسایل اضافی رو بریزم دور. اینا رو بده من، اینا میتونن به دردم بخورن. اونجا بلاک خلاصه به دردم میخوره دیگه واسه فرار این کارا. این پوتیتو هم میتونم بکارم، رشد کردن بیارم بپزمشون و میتونن یه غذای خیلی خوبی باشن و سریع اچ پی رو پر میکنن، پس میتونن گزینه خیلی خوبی باشن. همونطور که میدونید من روی درختا زندگی میکنم، کل اطرافم هم درخته ولی خودم چوب ندارم، پس میرم که یه مقداری چوب جمع کنم برگردم. خب چوبمون رو جمع کردیم، حالا وقتشه که برگردیم سراغ غارمون و بریم چند تا ابسیدین ماین کنیم. و همونطور که میبینید من مقدار خوبی چوب به دست آوردم فقط از یه درخت و همون درختم برگشتم و کاشتمش و بعد از این کار دوباره شروع کردم به کندن درخت و ساختن پیککسم. آره آروم بریم که اینم نشکنم. خب الان بریم سراغ غارمون و این محصولا رو هم میتونیم برداشت کنیم. برم ابسیدین رو جمع کنم برگردم اینا رو هم برداشت میکنیم دیگه. خب بریم.
خب بالاخره اون ابسیدن هایی که میخواستیم جمع کردیم، دقیقا شد 10 تا ابسیدن که کمترین مقدار واسه یه ساخت پورتال ندر. ولی مگه میخوام تو چه بازی پورتال ندر بسازیم؟ همینم کافیه دیگه، نه؟ خب بریم یه جای انتخاب کنیم واسه پورتال ندر. حقیقتا من جای مد نظرم نیست واسه ساخت پورتال ندر و باید یه جایی هم باشه که هم توی دسترس باشه، هم زیاد به چشم نزنه. خب وسط جنگلیم دیگه، مثلا یه جایی توی غار مانند، حالا هر چیزی که شد، یا هم که مثلا میتونیم روی یکی از درختای خودمون که قرار بود روشون یه چیزی بسازم، اونم خیلی ایده باحال میشه. ولی فکر کنم اونو نباید الان بسازم، اونو باید نگه دارم زمانی بسازم که پورتالو به روی سقف ندر انتقال دادم. به خاطر همین ترجیح میدم روی یه غاری چیزی، مثلا اینجا نه خیلی دیگه خدایش بزرگه، اینجا نمیصرفه. و سعی کنم یه لحظه من یه باکت لاوا اضافی هم بردارم با خودم، نمیصرفه حقیقتا و اینجا خوب نیست به نظرم. باید یه غار دیگه پیدا کنم، یه غار کوچیک، مثلا نهایت 10x10 یه 20x20 نهایت. بعد باید بسته باشه، اگه بسته نباشه مجبورم که خودم ببرم دیگه، چاره ای نیست. بریم بالا بالا و بالاتر، میریم بالا تا ابد. وید سکن، اینجا همون جایی که دنبالش بودم، اینجا اصلا یادم نبود. همینجا پورتال رو دایر میکنیم. Let's go. خب الان وقتشه که بگم که هر چیزی که نیاز داشتیم رو گرفتیم. رفتم یه مقداری غذا درست کردم واسه خودم از اون چیزایی که کاشته بودم، گندمایی که کاشته بودم. بعدش آرمور دایموند ساختیم، یه دونه کلاه طلا ساختم و یه دونه هم شمشیر چی بگم دیگه، سورد دایموند ساختیم. همین کارا رو کردیم، یه دونه زدیم رفتیم پیشم نمیدونم. و همین ترکیبی که داریم میریم ندر و بسم الله الرحمن الرحیم برای اولین بار میریم ندر. خدای خودت کمک. نمیتونم دعا میکنم درست حسابی. جان آها داره لود میشه. یه خود جلوتر و اطراف رو مینگریم، چیز خاصی نمیدم. ای لعنت به این شاز. ببینید چون من حوصله‌شو ندارم برم دنبال چیزی و میخوام تو این قسمت هم یه دونه بلیز فارم بسازم. اگه تا 5 دقیقه آینده من تونستم یه دونه فورترس پیدا کنم، ساختن بلیز فارم رو به شما نشون نمیدم، فقط نتیجهشو نشون میدم تا زیاد حوصلتون سر نره. نظرتونه نه؟ خب میایم بالا. یا خدا به یکی از اینو دست بزنم تا ابد دنبالم میفتن. حتی اگه برم توی ورد خودمونم، ورد منظور توی دنیای خودمون یعنی ندر، نه اینا باز دنبالم میان و تا منو نکشن دست بردار نیستم. پس باید خیلی مراقب اینا باشم. یه چند تا پیگلین عادی پیدا کنم، اولین تریدمو باش انجام بدم. چیزی که من خیلی نیاز دارم بهش، خیلی هم که نه یعنی نیاز دارم بهش، یه تار عنکبوت میخوام. با چی میخوام؟ همین تار عنکبوت رو میخوام. تار عنکبوت رو بدی دمت کرد. 11 تا اینم خوبه. تیرکمان ندارم ولی اگه تیرکمان میسازم تیرم نیازمه. یه نابسیده و اینم از تار عنکبوت 7 تا که کافیه. میتونم یه فشینگار بسازم و ماهیگیر رو شروع کنم تا یه مقدار از غذا غنی باشیم دیگه. میفهمی چی میگم؟ خب اونجا که به نظر جای رفتنی نمیاد. سلام عزیزم، به شما دست بزنم چه اتفاقی میفته؟ شما زیاد مهم نیستید حقیقتا، ولی خب بازم باید مراقب باشم. از مشخصات پورتال یه اسکرین شات بگیریم و بریم سراغ ادامه کارمون. کلی کار داریم و یه نیم ساعتی باید مشغول باشیم تا یه دونه فورترس پیدا کنیم. منم کم کم دارم از حرف زدن خسته میشم، پس بریم روی
من میرم بلیز فارم میسازم واسه شما نشون میدم. اول برم یه نگاهی به خود فورترس بندازم دیگه. من چی بگم، این یا خیلی شانس خوبیه یا شانس انی واسم که مجبورم یه چند ساعت اینجا بلیز فارم بسازم. قرار نبود این قسمت اینو پیدا کنم، قرار بود فقط برم به ندر. نه ادوانسمنتش لیتس گو. کدوم طرف برم؟ همینجا رو میکنیم کی به کیه. شاید به جایی رسید دیگه. نه نه با تلاش شوخی نداریم. یکی از سرها رو بکنم هم اینا دوباره میریزم رو سرم ارتگی بگیرم. آها، اینم از اسپانر بلیزا که کلی کار داریم اینجا. لیتس گو. شروع نشده کارمون تموم شد که. لسپمونم کجا بود؟ آها عوض شد. خب دفاع میکنیم و الان لیتس گو. درررررر. شما ویدیو رو دیگه نریدید من چطور اینا رو ساختم، ولی دهنم از سرویس شده تا اینجا بیام یه فارم بلیز عادی بسازم که سرعت آنچنانی هم نداره و آروم آروم کار میکنه و اینا وقتی از عقب میان منو میتونن خیلی راحت بزنم. بخاطر همین باید خیلی مواظب باشم و باید از اینم مواظب باشم که وقتی میزنن میرن عقب بلیزراداشون نیفته توی لابا و جلو بکشمشون. بلیزراداشون بیاد اینجا و شما یک استاکی جمع کردم. 5 دقیقه ایفی نکردم. خوبه. میگم یه اینا میتونن وقتی از دور میان به آتیش بزنن. اونایی که نزدیکن نمیتونن آتیش بزنن، ولی اونایی که از دور میان خیلی راحت میتونن منو همینطور که دیدید آتیش بزنن. وای دارم نه ولکن. اینو میذاریم اینجا و یه سری باید تغییرات بدیم اینجا. خب تغییراتی که چه عرض کنم، کارهای لازم رو انجام دادیم و همشون تموم شدن به همین راحتی. ای وای رفتم توی دوربین. به همین راحتی کارهای لازم انجام داده شدن و حالا تنها کاری که مونده اینه که یه جایی رو پیدا کنیم که ازش بتونیم یه چند تا اندر پرل بسرفیم. پس بریم که ای وای ریدم تو اینجا. بریم یه جایی رو پیدا کنیم که بتونم من اندر پرل جمع کنم و اینجا هم همون لحظه یه چند تا بلاکی بردارم. اینجا هم همون فارممونه که سرش پاره شدیم تا بسازیم اینو. برم یه جای پیدا کنم که بتونم ازش اندرپل بیارم. از کجا دارم شلیک میکنم؟ اسکلتا نه تو اون دنیا ما راحت میزنن نه تو این دنیا. بی شرف بسته دیگه. دارم میمیرم ولی جدی. خب برم یه جای پیدا کنم که اندرپل باشه توش. خب جا که چه عرض کنم پیدا کردیم. حالا مونده خود این نرمنا که بیانو بکشیمشون. این فرایند یه فرایند خیلی رو مخیه و کلی باید منتظر بمونم. بودن یه 3-4 روز ماینکرافتی کمی کم باید اینجا بمونیم تا یتونیم یه 5-6 تایی بگیریم. پس من اینجا کار دارم و اگه توی چشم این درپرلا همینطوری زل بزنیم من نمیتونم بیان جلو و اگه به چشمشون نگاه نکنیم میان جلو. یه بیشرف بمیر. آها بمیر. شما تا 5-6 تا اندرپرل اولم و همینطوری سرعت تماشا کنید. بعدش میریم توی اوورورد رو بهتون نشون میدم که چقدر جمع کردم. لیتس گو. خب حالا که دارم دقت میکنم هم تایم ویدیو داره زیاد میشه، همین که این بخشاش دیگه حوصله سر بره. پس توی اوورورد ادامهش به شما نشون میدم دیگه. وقت حرف زدم یادم رفت. بقیش توی اوورورد به شما نشون میدم و نتیجه هم میدیم دیگه. لیتس گو.
ما برگشتیم به اوورورد با یه 16 تا 5 تا که شجرم 21 تا اندر پرل و یه استک و 22 تایی هم میگم بهش بلیزرات جمع کردیم که قراره باشون بریم دراگون رو بکشیم. ولی قبل از اینکه بخوام دراگون رو بکشیم یه چند تا کاری داریم، ولی وسایل نیاز برای کشتن دراگون رو هم جمع کردیم و همینجا همینش مهمه. ندارم که یه فارم بلیز ساختیم و از بلیزرات دیگه مشکل نداریم، از بلیزرات برای پخت و پز هم استفاده میکنیم. بگذارید برادر پخت و پز کنن. و ممنون به خاطر ویوهای ویدیوهای قبلی، خیلی ترکونده بودید، عالی بود، اصلا خیلی بهم حال دادید، ممنونم. همینطور داره به تعداد سابامون و به خانوادهمون اضافه میشه، این عالی و با شما ما میتونیم خیلی موفق تر باشیم. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید، دوستتون دارم، شو خوش و گودبای.